بسم الله الرحمن الرحیم و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، عباره مشهور و پرحکمتی تاریخ تکرار می شود را همه ما شنیدین. بله، تاریخ تکرار می شود و واقعیت روزگار این حقیقت این جمله را تصدیق می کند. تاریخ همیشه تکرار می شود. البته قهرمان ها نامشان عوض می شوند، جای آن حادثه دیگر است، ولی مضمون آن یک است. تاریخ تکرار می شود. دیروز چون ماجرای راهبر کشور ونزوئلا مادورو که رخ داد، در میان یک شام تا سحر از عزت و سلطنت از قصر به اسارت رفت، قصه به همین روزگار این راهبر کشور مانند به خاطر آمد که داستان یکی از شاهان اندلس معتمد ابن عباد است. داستان معتمد ابن عباد خیلی داستان شگفت انگیز و حسرت انگیز و عجیب و غریب است. با کنیز تصادفاً آشنا می شود تا رسیدن به سلطنت، با آن جنگ ها، با آن قهرمانی ها، با آن حس شاعری که شاعری فصیح هم بود. خیلی روزگاری عجیب و غریب و شنیدنی است. یکی از جنگ های مشهور آوازدار در تاریخ اسلام جنگ زلاقه است. جنگ زلاقه میان لشکر مسلمانان با سرلشکر یوسف بن تاشفین و سرلشکر غربیان لشکر نصارا الفونسی 6 در سال 479 برابر به 1086 رخ داده بود. در این جنگ معتمد ابن عباد شاه شهر اشبیلیه در شهرهای اندلس خیلی قهرمانی های زیاد نشان داده بود. حتی از بس که اسب او پی هم مجروح شده می افتید، 3 اسب را در این جنگ عوض کرده همچنان جنگ را ادامه داده است. خلاصه تصدیق این جمله تاریخ تکرار می شود در ماجرای روزگار معتمد و مادورو به حقیقت و به عیان دیده می شود. معتمد ابن عباد شاه شهر اشبیلیه و قرطبه بود، شهرهای سیویلیا و کردای امروزه که در اسپانیا امروز قرار دارند. خیلی شاهی آوازدار و خیلی شاهی با هیبت و دربار او خیلی درباری با حشمت پر از شاعران و نویسندگان و لشکرش خیلی لشکری پر اقتدار. معتمد ابن عباد پس از 23 سال شاهی و عزت و سلطنت 4 سال اخیر عمر خود را در زندان شهر اغمات که از شهرهای مغربی امروز هم خودش هم همسرش اعتماد رومیکیه آنجا سپری کردند و هر دو در یک سال 488 هجری وفات کردند. قصه روزگار معتمد و همسرش و این تحول حال او از سلطنت شاهی به اسارت واقعا از قصه های مؤثر و حزن انگیز تاریخ است که در شرق و غرب آوازدار است. در زمان حاکمیت معتمد درجه رفاهیت تا اینجا رسیده بود که بار همسرش اعتماد از قصر می‌بیند که دختران کوچه در درون لای با پایلوچ بازی دارند. اعتماد هوسش می‌آید که کاش من نیز مثل این دخترها درون لای بازی کنم با دخترانم. یعنی معتمد چون هوس همسرش را خانم اولی کشور را می‌بیند، فرمان می‌دهد تمام مشک و عنبر از بازارهای شهری اشبیلیه خریداری می‌شود و در درون قصر نه با آب و خاک عادی بلکه با مشک و عنبر و کافور لای درست میکنند تا خانم اول همسر شاه و دخترانش لای بازی کند که در تاریخ این روز معروف به روز لای است. یوم الدین گفته این روز را در نظر دارند. حتی باری در زندان چون همسرش از معتمد اظهار ناراحتی میکند و به حکم طبیعت زنانه آنگونه که پیامبر صلی الله علیه و آله از طبیعت زنها خبر دادند، میگوید از تو هرگز خوبی ندیدم ای معتمد. معتمد در جواب میگوید حتی روز لای هم از من خوبی ندیدی. گفته اعتماد در خجالت میشود و عذرخواهی میکند. راهبر ونزوئلا نیز چند روز قبل از این ماجرایی که بر سرش آمد، تحولی حال دنیا که مشاهده کرد، در قصرش رقص و بازی میکرد، در حضور روزنامه‌نگاران رقص میکرد و بعد چند روز میبینیم که در بند اسارت در زندان است. حال دنیا همین است، تقلب دارد، تحول دارد، دیگرگونی ها دارد. معتمد ابن عباد
شاهی را یا حاکمیت را از پدرش از بابایش میراث گرفته بود. بابای او 19 سال، پدرش 26 سال معتزید، خودش 23 سال حاکمیت کرد. بعد این عمر شاهی که از پدر و بابایش به میراث گرفته بود، این همه سالهای طولانی، در زندان اغمات یک غزل خیلی مؤثری نوشته است. وقتا دخترانش روز عید به دیدار پدرشان در زندان شهر اغمات می درآیند، با لباسهای کهنه و شکل خیلی که شفقت انسان می آمد، پدرش این حالت را دیده همون روز لای به خاطرش می آید. آن کر و فر شاهی، آن همه عزت و سلطنت و مال و آن همه آبرومندی و احترام. اما امروز می بیند که دخترانش به بافندگی مشغولند تا نان لقمه خود را فراهم سازند. اونها را دیده یک قصیده خیلی مؤثری میگوید، البته شاعر هم بود. فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا فساءك العيد في أغمات مأسورا. در آخر این غزل یک بیت جالبی دارد که فلسفه حیات روزگار را میفهماند که قصه این حیاتی را با حیات این رئیس جمهوری ونزوئلا مقایسه کردن نیز بین خاطر است. در آخر این غزل معتمد میگوید من بات بعدك في ملك يسر به فانما بات في الاحلام مغرورا. یعنی خودش را خطاب کرده میگوید ای معتمد، اگر هر کسی پس از تو به ملک و سلطنت و شاهی و منصب یعنی مسرور شود، دل خوش گردد، یقینا شخصی است که در آغوش خواب و خیال ها فریفته شده است. یعنی ملک و سلطنت، جاه و منصب چیزی نیست که انسان به آن اعتماد کند، دوام نمی کند. اگر منصب دوام میکرد از کسی دیگری به این نفر مغرور نمی رسید. بنابراین نباید به جاه و منصب میگوید شخص مغرور شود. سعدی حکیم نیز در مضمون بیت معتمد بیت زیبایی دارند. جهان برادر نماند به کس، دل در جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک و دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. ولی در صفحه های تاریخ قصه های معتمدها، مادورها، بشارها، قذافیها زیاد است. منصبدارانی که به جاه و منصب مغرور شدند، منصبدارانی که چون به منصب رسیدن ظلم و ستم روا دیدند، منصبداران امروز وجود دارند که چون به منصب رسیدن نه همچون معتمد مشک عنبر شهر را خریده لای ساختند و اسراف کاری کردند، بلکه چون به منصب رسیدن با مسجد و مسجدیان، با قرآن و با حافظان قرآن مبارزه میبرند و چون از منصب که میروند به حسرت و پشیمانی، به ذلت و پستی عمر خود، آخر عمر خود را سپری میکنند و این چنین در آخرت و حسرت و دهشت و عذاب ابدی گرفتار میشوند. و درس بزرگ تاریخ را که معتمد به آنها درس داد صرف نظر میکنند که هیچ کسی نباید به ملک و سلطنت و جاه و منصب دلخوش شود، سرگرم شود. میباید خانه قبرش را، جایگاه ابدی خود را، زندگی آخرت را باید بیندیشد. در حفظ و امان خداوند باشید.